این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. امروز آخرین درس در مورد عقیده دوم همگی مسلمان ها نسبت به نبوت می باشه که در این درس سه چیز و سه مسئله بیان میشه. یکی معراج نبوت علیه السلام، یعنی معراج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و دیگری ختم نبوت به وسیله محمد مصطفی علیه السلام، پیغمبر آخر الزمان، و دیگری عمومیت بعثت نبی خدا صلی الله علیه و سلم، که دو تای این مسائل ثلاثه و سگانه مختص به نبی خدا صلی الله علیه و سلم میباشه. مسئله عمومیت بعثت، همگی مسلمان ها میبایست اعتقاد و ایمان داشته باشه و ایمان داریم به این که پیغمبر خدا محمد مصطفی علیه السلام نبوت و رسالت ایشان عامه می باشه، مختص به یک قوم و به یک طایفه نیه. درسته از میان عرب ها مبعوث شده، و بعث فیهم رسولا من انفسهم، در میان خود عرب ها، از میان عرب ها یک پیغمبر را بفرست تا ای که آیات تو را بر بندگان تو تلاوت بکنه و همچنین تزکیه بده روح و روان انسان ها را. پس از قوم عرب هست، لیکن مختص به عرب نمی باشه، زیرا آیات مبارکه دیگه هست که دلالت بر عمومیت بعثت میکنه. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگوی پیغمبر که ای مردم، یعنی به مردم بگو، همه یا ایها الناس، ای همگی مردمان. ناس یعنی افراد انسان، مختص به عرب نیه که عرب ناس باشه یک کای دیگه ناس و انسان نباشه. نه، ای انسان ها مطلقاً، اینی رسول الله الیکم جمیعا، من نسبت به همگی شما و به سوی همگی شما ما پیغمبر و فرستاده می باشم. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. پیشتر بیان شده بود که عالمین جمع عالم، عالم ما سوى الله تعالی من الموجودات، هر چیزی که غیر از خداوند تبارک و تعالی باشه او را عالم گفته میشه. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، و ما ارسلناک الا کافة للناس،
برای تمامی مردم ما تو را فرستادم ای پیغمبر، ای محمد امین علیک السلام. و از این قبیل لیکون للعالمین نذیرا، تا ای که پیغمبر نسبت به همگی عالمین و جهان بشریت به وسیله قرآن عظیم و شأن نذیر باشه، ترساننده باشه از عذاب او تعالی، او کسی را که مخالفت میکنه با امر پیغمبر، با دین خداوند تبارک و تعالی. و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده، هر کسی از طوائف دیگر، از گروه های دیگر، هر گروهی که میخواه باشه، نصرانی باشه، یهودی باشه، هندو باشه، سیک باشه، زرتشت باشه، بودایی و بهایی، از این قبیل بغیر از مسلمان ها هر طایفه دیگه که کفر بورزه به نبی خدا محمد مصطفی علیه السلام، فالنار موعده، آتش جهنم وعدگاه و وعدجاه او میباشه. و به می ترتیب در احادیث پیغمبر خدا علیه السلام هم هست که هیچ یهودی و هیچ نصرانی پیغمبری مرا نمیشنه که به او ایمان نیاره مگری که با آتش جهنم میفته. پس همگی مردم امت دعوت پیغمبر خدا علیه السلام که پیغمبر به سوی همگی فرستاده شده، اگر سرخ پوست و زرد پوست و سفید پوست و سیاه پوست، همگی رنگ ها و لون های انسانی امت دعوت نبی خدا علیه السلام. و در مورد حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام بعضی از علما قائل هستند به که حضرت نوح هم دعوت ایشان عامه بوده. اولا خو اختلاف هست به که آیا دعوت حضرت نوح علیه السلام عام بوده، تمام انسانهای کره خاکی را در می نوردیده، یا ای که نه مختص به خود قوم حضرت نوح علیه السلام بوده. بعضی آیات قرآن عظیم و شان که اذ قال لقومه، به قوم خود گفت حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام. پس معلوم میشه که و دال ای آیات بری که بعثت جناب حضرت نوح و پیغمبریشان مثل سایر پیغمبرهای بنی اسرائیل به قوم خود خاص بوده. از بعضی آیات دیگه ظاهراً وقتی که طوفان حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام فراگیر میشه و کفار هلاک میکنه، خداوند میفرماید که یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، که ای آسمان دست بردار و قطع کن بارش خود را، و ای زمین، یعنی نسبت به تمام زمین خطاب شده، نسبت به آسمان که بر خود عالم و گیتی سیطره افکنده خطاب شده که بارش را قطع کن و تو هم آب را که در تو می باشه او را پس ببلع و در خود فرو ببر. از این بعضی علما استدلال میگیرن به این که نبوت جناب حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام عامه بوده، در صورتی که پذیرفته باشه. اولا خب قطعیت در این مورد نیامد که پذیرفته هم اگر باشه که بعثت جناب حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام نسبت به همگی افراد کره خاکی بوده، باز هم بعثت محمد مصطفی علیه السلام این فراتر عمومیت داره. عمومیت او فراتره نسبت به جن و انس، نسبت به جنیات هم
نبی خدا علیه السلام محمد امین صلی الله علیه وسلم پیغمبر می باشد. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جنیات هم امت پیغمبر خدا علیه السلام و به سوی ایشان هم مبعوث شده. احادیث لیلة الجن که مشهور می باشه 6 دفعه لیلة الجن صورت گرفته که پیغمبر خدا علیه السلام در مراحل اول دعوت داده جنیات را به دین مبین اسلام و بهترین جن در احادیث میاد که جن و نصیبین می باشه که ایشان دعوت پذیرفتند و باز رفتند به پیش همو خود هم نوعها و هم جنسهای خود و آنها را هم به شرف ایمان دعوت دادند، آنها و بعض مسلمان شدند و بعض کافر. همو طوائفی که در میان انسانها وجود داره از مسلمان و کافر، در میان مسلمان ها هم طوائف و گروه های مختلف، همو طوائف و همو اقسام در میان جنیات هم موجود می باشه. پس عمومیت بعثت پیغمبر خدا علیه السلام بیشتر شد نسبت به عمومیت بعثت حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام، بنابر گفته بعضی از حضرات علما که قائل به عمومیت بعثتشان می باشد. در این میان برخی از او کسایی که تنگ نظرند، یهودی ها، نصرانی ها، اونا چیزی میگن. گروه از یهودی ها، اکثر یهودی ها قائل بیان که بعد از موسی کلیم الله و او کسی که متبع دین حضرت موسی کلیم الله علیه السلام دیگه پیغمبر نیست. پیغمبری جناب حضرت عیسی روح الله علی نبینا و علیه السلام نافی میکنند، رد میکنند. پیغمبری محمد مصطفی علیه السلام رد میکنند که ای بجز حسادت و عناد دیگه چیزی نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطری که اگر نبی الله علیه السلام پیامبر نمی بود، پس این معجزه قرآن عظیم و شان چرا بر ایشان نازل میشد؟ معجزه های مادی دیگه که بیش از 4000 معجزه می باشه، او با چگونه به خاطر تصدیق نبوت ایشان نازل میشد؟ طوری که ما سابقا در تعریف معجزه بیان کردیم که از جانب خدا به دست مدعی نبوت به خاطر تأیید او بر وفق مراد او یک چیز ظاهر بشه، امر خارق العاده ظاهر بشه. چرا جناب حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، بزرگ قبیله قینقاع، یکی از قبایل ثلاثه که و سگانه که در مدینه منوره زندگی میکردن از یهودی ها، بزرگی ایشان به شرف ایمان مشرف میشه، حبر ایشان به شرف ایمان مشرف میشه، جناب حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. و به این ترتیب حیی ابن اخطب و ابو یاسر، حیی ابن اخطب پدر جناب حضرت صفیه ام المؤمنین رضی الله عنها، اینا یهودیه. هنگامی که پیغمبر خدا علیه السلام تشریف فرما میشن به مدینه منوره، هر کدام از این دو برادر جداگانه میاد با نبی الله صلی الله علیه وسلم میبینه، مذاکره میکنه. حیی ابن اخطب جداگانه میبینه، برادر از او ابو یاسر جداگانه میبینه. بعد از اینکه دو با هم دیگر نزدیک میشن، خود حضرت صفیه میگه ام المؤمنین رضی الله عنها، پیش از اینکه هنوز به ازدواج پیغمبر در بیایه، که من دختری بودم خودسن و همیش کاکام و پدرم من خیلی نوازش میدادن، هم که مرا میدیدن با آغوش میگرفتند و بوسه میزدند و دیگه هر نوع شفقتی که بود نسبت به من اظهار میکردن. امروز که از مجلس پیغمبر خدا علیه السلام آمدن، خیلی خفه بودن، خیلی دق بودن، مری چه تحویل نگرفتن. یکی دو نفر با هم دیگر داخل یک
اتاق مخصوص شدن. من گوش میکردم. پدر نه، ابو یاسر کاکام از پدر پرسید که اهو آیا اون پیغمبر آخر الزمان میباشه که در کتابهای ما وعده داده شده به که پیامبر در آخر الزمان نازل میشه و بوی من بیارید؟ گفت یا مو پیغمبر میباشه. ابو یاسر یک کمک دل زو نرم بود. گفت پس چرا ما و شما تبلیغ نمیکنیم، ارشاد نمیکنیم، در مابین مردم ما و علما و احبار یهود میباشیم؟ نه، من این تصمیم گرفتم تا زنده باشم. حیی ابن اخطب میگه من به خلاف این پیغمبر، به خلاف محمد علیه السلام قدم بردارم. خواهی بودم که کشته شد دیگه، حیی ابن اخطب و برادر از آن تحت تاثیر او و او هم کس به شرف ایمان مشرف نشد. پس اگر پیغمبر نمی بود، احبار یهود چرا اعتراف میکردن به پیامبری او؟ چرا ایمان می آوردن؟ چرا هرقل پادشاه روم که یکی از امپراتورهای بزرگ جهان تشکیل میداد، چرا او اینطور میگه که این واقعا پیغمبر آخر الزمانه و اگر خوف از دست دادن جاه و جلال و منصب و قدرت نمی بود، من حتما از روم قسطنطینیه میرفتم به مدینه و آب پای مبارک زور می نوشیدم و ملک او، پادشاهی او، یعنی قدرت او، این تخت زیر پای مرا هم در خواهد نوردید. به می ترتیب حضرت عیسی روح الله کو بشارت میده به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. اینا همه بشارت های ای که قبول نمیکنه یک کسی، خو ابو جهل هم قبول نکرد. از قبول نکردن دلیل بری نمیشه که پیغمبر محمد مصطفی علیه السلام پیامبر نباشه. بعض دیگه چی میگن؟ از این یهودی ها پیغمبر هست لیکن مختص به قوم عرب، چنانچه که امروزه در بعضی از بلاد عجم هم در خیلی به یک سستی و به یک بیادبی بسیار بزرگ پیغمبر خدا علیه السلام یاد میکنن که عربی بود، به قوم عرب مبعوث شده بود. یعنی فلان طایفه، یعنی که خود بیان میکنن ما امپراتوری بودیم و فلان بودیم و به زور بر ما اسلام تحمیل شد و چنین چنان، اینطور یاد میکنن. یعنی بالکل یک چیز عادی جلوه میدن، گویایی که پیغمبر خدا علیه السلام ایشان به طرف گروه، به طرف قوم عجم مبعوث نشده باشه. پس عمومیت بعثت نبی الله علیه السلام این بالکل واضحه. یک گروه دیگه از موسوی ها و از یهودی ها که موسوی ها اونایی که میگن که پیغمبر هست لیکن مختص به قوم عرب، به عجم که خود میگیرن اصلا، یعنی یهودی ها نسبت به آنها پیغمبر نمیباشه. ولی که این گفته از اونا غلطه، همین نظریه غلطه. چرا وقتی که پیغمبر یعنی محمد مصطفی علیه السلام قبول داری، خو از جانب خدا خودشان میگه که ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا. پیغمبر خود دروغ نمیگه. وقتی پیغمبری قبول داری، پس این گفته از اونا هم قبول باید داشته باشی که اینی رسول الله الیکم جمیعا. به می ترتیب چنانچه که پیشتر بیان کردیم، بزرگان یهود یا اعتراف کردن و یا ای که به شرف ایمان مشرف شدن. چرا جناب نبی خدا علیه السلام نامه پس می نوشت، دعوت به ایمان می داد، اسلم تسلم، ایمان بیار سالم باقی میمانی، عزت خداوند تبارک و تعالی نصیب تو میکنه. پس این ادعا از اینا غلط. دلیل از اینا چیه؟ حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام یا حضرت داود علی نبینا و علیه السلام با ما گفته که دین دیگه بعد از دین منی، یعنی فقط شما متبع ما باشید، پیغمبر دیگه بعد از من نباشه. اولا این گفته کو سندی گفته،
الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. کو تو دلیل بیار برای که جناب حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و علیه الصلاة والسلام همین چیزا گفته باشه، به سند صحیح همین چیز ثابت باشه. دوما اگر حضرت موسی کلیم الله میتر سخن را گفته باشه، پس باید عیسی روح الله علیه الصلاة والسلام پیغمبر نباشه. حالان که معجزات بس عظیم خداوند تبارک و تعالی به حضرت عیسی روح الله علیه السلام داده، هم معنوی که عبارت از انجیل باشه و هم مادی ظاهری که کور مادرزاد شفا دادن، ابرص را پس حالت عادی در لون پوست او به وجود آوردن و همچنین مرده را زنده کردن، از این قبیل خیلی از اشیاء دیگر. و این خود سحر هم شده نمیتونه معاذ الله. از پیغمبر و سحر بالکل یک خود دوتا با هم منافات داره. پیشتر در فرق بین سحر و معجزه بیان کرده بودیم که سحر خو هر کس میتونه بیاموزه، علم کسبیه، فاسق و فاجر همگی آموخته میتونه، لیکن معجزه وهبیه. همین پیشرفت که امروز شده در خود بخش تداوی و طبابت، کو یک طبیب شما سراغ بکنید به تمام جهان که بیا همین مرض پیسی را از بین برده باشه، بالکل پس حالت عادی به وجود آورده باشه، این بالکل سراغ شده نمیتونه. این که کور مادرزاده بیا شفا بده، این که عارضی بیا چشم زو کور باشه، این بالکل. اما این که قوت بینایی نداشته باشه، بیا قوت بینایی در ازو به وجود بیاید با دست مبارک حضرت مسیح، با دست مبارک پیغمبر خدا علیه السلام، این خو معجزه نه. پس به پیغمبر خدا علیه السلام معجزه داده شده قرآن عظیم و شان و بیشتر از 4000 معجزه مادی و ظاهری هم به دست ایشان تثبیت شده. این چگونه میشه که یعنی نبی نباشه، یا ای که نبوت ایشان مخصوص به قوم عرب کرده باشه و خود را مستغنی و غنی از دین شمردن. به این معنی یهودی دلیل دیگه چی میگیره؟ دلیل دیگه اینه که این خود منسوخیت لازم نشه. اصلا گپ بسریه که اینا خود قوم برتر دنیا میدن که بجز ما کس دیگر مستحق زندگی نمیباشه. هر کس دیگه باید تابع دین ما باشد، نوکر و مزدور ما باشد. این چگونه میشه که ما بیایم تابع دین دیگه باشیم؟ پس به خاطر بعد از دین موسوی علیه السلام کدام دین دیگه که حضرت عیسی باشه او را هم قبول ندارن، نبی الله علیه السلام پیغمبر آخر زمان را هم قبول ندارن. نصرانی ها هم به می ترتیب، آنها هم قائلن به که محمد علیه السلام پیغمبر است، ولیکن مختص به قوم خود، نه به خود اروپایی ها و به عیسوی ها، به این اقوام دیگه نه. ولیکن باز هم هرقل که هرقل نصرانیه و در همین زمان آمد، در زمان پیغمبر خدا علیه السلام، حمام ابن منبه، کعب ابن احبار و خیلی از نصرانی های دیگه که به شرف ایمان مشرف میشن. همین جناب حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه که از مجوسیت میره به نصرانیت و از نصرانیت باز به شرف ایمان مشرف میشه، اینا همگی دلیله برای که اونا دانستن، در کتاب ها آمده. حتی در الخصائص الکبری جناب حضرت علامه سیوطی رحمه الله تمام نقل ها را ذکر میکنه. جناب حضرت مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله در خود کتاب معتبر خود همگی نقل ها را از تورات و انجیل ذکر میکنه، به که در کتاب های اونا هم پیش از اینکه تحریف کلی تر صورت بگیره نشان از نام محمد مصطفی علیه السلام به نام فارقلیت بوده، لیکن بعدا حذف کردن. نام و نشان نبی الله علیه السلام هم از کتابهای خود دور کردن. این مسئله عمومیت بعثت پیغمبر خدا علیه السلام.
یکی دیگه موضوع ختم نبوته که بعد از محمد امین علیه السلام دیگه پیغمبر نمیاد. ما و شما به حمد الله و فضل الله آخرین امت روی زمین میباشیم. بعد از نبی الله علیه السلام دیگه پیغمبر نیه که دین محمد مصطفی علیه السلام منسوخ بکنه و دین جدیدی به وجود بیاید، امت جدید غیر از ما و شما باشه. نه، ما و شما مستعمرین و عامرین این زمینه، به امت پیغمبر خدا علیه السلام سپرده شده. از پای گل هم خار او میخوره. این امت های دیگه یعنی نصرانی ها و مسیحی ها باشه و یهودی ها و دیگه اینا هم به توفیل گل روی محمد مصطفی علیه السلام اینا زنده ماندن. اینا هم که از همین نعمت اینا هم بهره‌ور شدن. و آیه مبارک هم است: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. و به می ترتیب در احادیث مبارک هم هست که لا نبی بعد از من دیگه پیغمبر نمیاد. چندین حدیث متواتر احادیث آیه قرآن عظیمشان خوبی از قطعیه. پس کسی که انکار ختم نبوت بکنه، خود را به عنوان پیغمبر جلوه بده، مثل مسیلمه کذاب، اسود عنسی، سجاح یک زن، یا ای که دجال قادیانی، غلام احمد قادیانی، اینا همگی کفار می باشن، مرتد می باشن و واجب القتل. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که در بعد از من 30 دجال که هر کدام دعوای نبوت مستقله را میکنه سر بالا میکنن که انشالله در بحث معاد پیرامون خود علائم قیامت به اونجی باز بیان میشه. همه از اینا دروغ. و کسی که منکر ختم نبوت باشه او کافره. یک سوالی که پیش میشه ایه که در نزدیکی های قیامت حضرت عیسی روح الله علی نبینا و علیه السلام به زمین تشریف فرما میشن. زیرا عقیده ما مسلمان ها نسبت به حضرت عیسی روح الله همیه که چون یهودی ها در صدد شهادت رساندن جناب حضرت عیسی بودند، هنگامی که به مخمسه خیلی زیاد واقع میشه و محاصره میکنن حضرت عیسی روح الله را در همون جبل النور که در کتابهای انجیل و تورات میباشه، از همونجا جناب حضرت عیسی روح الله با آسمان ها بلند کرده میشه با روح و جسد. خب با قرب قیامت تشریف فرما میشه. یهودی ها همگی را میکشن، نصرانی ها دوباره به شرف ایمان مشرف میشن به جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام. خب بعد از نبی الله علیه السلام پیغمبر حضرت عیسی، این عقیده ما مسلمان ها یک تشریف میاره. ولیکن این امر و این موضوع با این که لا نبی بعدی و لکن رسول الله و خاتم النبیین با این منافات نداره. چرا؟ بخاطری که حضرت عیسی روح الله بکنیم بیشتر بیان شده بود که هر پیغمبر هنگامی که پیغمبر میشه بعد از وفات هم پیغمبر. اینطور نیه که با مجرد وفات پیغمبر پیغمبری و دست بر. پس تشریف فرما که میشه حضرت عیسی روح الله بازم پیغمبر، ولیکن به عنوان پیغمبر جدید و به عنوان صاحب دین جدید که دین حضرت محمد مصطفی علیه السلام منسوخ بکنه، نه، بلکه متبع دین نبی الله علیه السلام در برخی از امور می باشه جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام. مثالی را بیان میکنه.
یک مثال یک نظیر بیان میکنه جناب حضرت مولانا ادریس کندهلوی رحمه الله که خداوند تبارک و تعالی به یک کس فرزند داده. این فرزند میره به سفر. در طول ایام مسافرت 2 سال 3 سال 10 سال هر چند که تیر میکنه به طلب علم، خداوند باز به این برادر دیگه میده. بعداً باز این طالب علم از سفر برمیگرده با خانه خود. و یعنی چی؟ این خب این معنی نیه که چون این طالب علم بعد از 10 سال از سفر برگشت پس این باشه برادر کوچکتر و برادر خردتر و او که در طول سفر از او به دنیا آمده او باشه برادر بزرگتر. نه، این پیشتر بوده، سن از او هم که هست پیشتر می باشه و کلانتر و او حیثیت کلانی و تقدم خود خوردار. حضرت عیسی روح الله علی نبینا و علیه السلام سابقتر از پیغمبر خدا علیه السلام به پیامبری مبعوث شده. 570 سال یا بیشتر به می اندازه، یعنی از بعثتها یا از تولد حضرت عیسی روح الله پستر جناب حضرت نبی الله علیه السلام تشریف فرما میشن با دنیا. ای که به سن 40 سالگی باز به نبوت مبعوث میشن. حضرت عیسی روح الله به سفر رفت، به معراج تشریف برد و با آسمان 4 شرف حضور داره. بعدن که باز فرود بیاین، خب این معنی نیه که اینها بعدتر از پیغمبر خدا مبعوث شده باشه، بعد از بعثت پیغمبر خدا علیه السلام مبعوث شده باشه، یا مو برادر کلانتر می باشه که پیشتر مبعوث شد به سفر رفت بعدن باز آمده دیگه. لحاظا صاحب دین جدید نمی باشه. در میان اهل تشیع گروه اسماعیلیه، همین آقاقانی ها که ما و شما میگیم در بغلان و در این طرفا تا به نوار مرز و پاکستان خیلی زیاد می باشه، اینها قائلن بی که حضرت علی کرم الله وجهه دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم منسوخ کرده. یعنی او پیغمبر، او قطب، اونا تعبیر با قطب میکنن. این قطب 7 نواسه بعدی جناب اسماعیل، نواسه 7م پیغمبر خدا علیه السلام، او قطب دوم باز دین حضرت علی را منسوخ کرده. همینطور 7 پشت بعد از دیگری اینا اقطاب می باشه به گفته خود اونا به معنی پیغمبر مستقل، قطب و محور که همگی به دور او میچرخه و او ساکن می باشه. اینا بیزی عقیدن که حتی در نزد فرقه اثناعشریه هم، یعنی اهل تشیع 12 امامی هم، این گروه کافر می باشه، بیزو کافر. کسی که معتقد باشه به که محمد امین علیه السلام بعد از او پیغمبر دیگر میآید، او کافره، او مرتد می باشه. در مورد معراج نبی الله علیه السلام پیشتر هم مجملاً بیان کرده بودیم که در سنه تقریباً 9 بعثت یا 10 بعثت، در عام الحزن که جناب حضرت خدیجه کبری ام المؤمنین رضی الله عنها از یک طرف وفات میکنند، ابو طالب عموی پیغمبر خدا علیه السلام که جانفشانی زیاده کردند، پاسبانی و پاسداری زیاده کردن از نبی الله علیه السلام، به فاصله 3 روز این دو وفات میکنه. این میشه عام الحزن. به همین سال نبی الله علیه السلام به معراج تشریف میبرند، عروج میکنند. صاحب سیرت حلبی رحمه الله میفرماید که معراج های پیغمبر خدا علیه السلام 23-24 معراج میباشه، یعنی 24 یا 23 بار مثل که عروج کرده باشند. لیکن در این 23 یا 24 فقط 1 بار با کالبد مبارک،
یعنی روحاً و جسداً تشریف بردن به آسمان ها. 20 و چند بار دیگه همگی روحی بودن. اینی رأیت ربی فی احسن صوره، من پروردگار خود را در بهترین شأن و بهترین صورت دیدم. به این ترتیب هنگامی که نماز کسوف خوانده میشه، نبی الله علیه السلام پس میخزند و جلو میرند، رکوعهای متعدد که میکنند، سر مبارک بالا میکنند، با دوباره سر مبارک پایین میکنند. خود نبی الله علیه السلام میفرماید که جنت و دوزخ ما مشاهده کرد. از این قبیل احادیث متعدد دیگه که دال بری که خود معراج روحی خیلی تکرار شد، اما معراج جسمانی در مکه مکرمه بوده نبی الله علیه السلام که به معراج تشریف بردن و با جسد مبارک خود، که این معراج دو بخش داره. یکی رفتن از مکه مکرمه به بیت المقدس، دیگری از بیت المقدس با آسمان ها تشریف بردن، که نسبت به یک اول قرآن عظیم الشان صراحتاً بیان می‌فرماید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. ما یعنی خلاصه از پیغمبر خدا علیه السلام از مکه مکرمه از مسجد الحرام به مسجد اقصا بردیم در یک حصه از شب، که اگر کسی منکر این قسمت از معراج باشه، منکر این قسمت باشه، کافر او، به خاطری که انکار آیه مبارکه را میکنه. آیه مبارکه میشه بیان میکنه که اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. در مورد حصه دوم که از مسجد اقصا با آسمان ها تشریف برده، جمهور علما اهل سنت والجماعت رحمهم الله قائلن به که به احادیث خیلی زیاده این ثابت شده که نبی الله علیه السلام با آسمان ها تشریف برده. اگر کسی انکار این مرحله رو بکنه، گویی که از این بخش از احادیث انکار کرده باشه که او فاسقه، فاجره. لیکن برخی از حضرات مالکیه رحمهم الله میفرمایند که نه، همونطوری که بخش اول با قرآن عظیم الشان ثابته، بخش دوم هم با قرآن عظیم الشان ثابته. و النجم اذا هوی ما ضل صاحبكم و ما غوی و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین و ادنی. که بنابر این آیات بعضی از حضرات علمای اهل سنت که مالکی ها باشند رحمهم الله میفرمایند که اگر کسی از قسمت دوم هم معراج، صعود به آسمان ها انکار بکنه او کافر میشه. خب به هر نحو معراج پیغمبر خدا علیه السلام صورت گرفته، جسداً هم. چرا؟ به خاطری که در معراج روحی کدام سخنی نیست. دجال قادیانی به این قائله که معراج پیغمبر روحی بوده، جسدی بالکل نبوده. منظور او چیه؟ منظور اویه که من هم خدا رو به خواب دیدم. یک کدام مسئله مهمی نیه. یعنی من هم به معراج رفتم، مقصد زویه. حالا که سبحان الذی اسری بعبدی، اصلا این تعجب سبحان، خب ما و شما سبحان الله این در هنگام تعجب میگیم سبحان الذی، هنگامی که یک شاهکار به وجود بیاد. خواب دیدن که خداوند تبارک و تعالی به خواب دیده بشه انشاءالله در رؤیت پروردگار در بخش مسئله معاد مفصل ذکر میشه که در این دنیا به خواب دیدن، در روز قیامت دیدن خدا، در جنت دیدن خدا، اینا همگی مسائل مفصلا
روی بحث میاد، یکو هر کس میتونه ببینه. پس این تعجب و تعجیب به چی قدر؟ لفظ عبد خود در تمام قاموس ها و لغت ها و فرهنگ ها که بگردیم به معنای مجموعه انسانی، یعنی جسد و روح. اگر خواب می بود چرا باز ابو جهل و می کافرهای دیگه تعجب میکردن که این چی میگه؟ ای ابو بکر بیا که رفیق تو چی میگه؟ رفیق تو میگه که من به آسمان ها رفتم، پیشتر از او به بیت المقدس رفتم. ابو بکر صدیق میفرماید راست میگه، هر چی که میفرماید راست میگه نبی خدا علیه السلام. اگر خوابی می بود روحی می بود و احتیاج به این انکار و به این عناد و به این تعجب کردن کفار به این چی بود؟ چرا با صحابه با هم دیگر اختلاف میکردن که آیا خدا را دیده یا ندیده؟ پس معلومه که همگی صحابه اجماع دارن بی که معراج صورت گرفته، لیکن در ملاقات و رؤیت عینی با خداوند تبارک و تعالی یک اختلاف در میان اصحاب مبارک هست. از این جهت معراج پیامبر خدا علیه السلام هم مؤمن بهی امت نبی خدا صلی الله علیه و سلم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دو ملک اهل شانه راست و چپ ما نامشون چیست؟ والله اعلم. آیا نام امام ابو حنیفه در تورات ذکر شده است؟ امت پیغمبر خدا علیه السلام این ذکر اونا شده در تورات، حمادون ساجدون، که این امت یعنی امت آخر الزمان حمد خدا را میگه. امت نبی آخر الزمان سجده کنان میباشد. بعضی ها میگویند جادوگران با شیطان در تماس و رابطه هستند. آیا این واقعیت دارد؟ یک حصه از خود معمولات سحر و جادو تماس با شیاطین هست. بله. پیر صمدانی گفتن به چی اعتبار نسبت میکنید؟ صمدانی، ربانی، روحانی، همگی یا نسبتی، یعنی منسوب به طرف صمد. صمد یعنی چی؟ یعنی او کسی که از همه بی نیاز و همه بنیازمند. یعنی پیر هم صمدانیه، یعنی فقط با خداوند تبارک و تعالی ارتباط داره، به ذات بی نیاز احدی ارتباط داره و گویایی که دست از همگی خود اسباب این شخص شسته، فقط ارتباط با عالم بالا داشتن. نوشته کرده که از شما در مورد مودودی هم صحبت داشته باشد. خب با کتاب عقیده و آخر از او یک بخش در مورد معرفی بعضی از خود اشخاص و طوائف و گروه است که از این جمله جناب مودودیه. درباره امام مهدی که در آخر زمان میاد کمی تفصیل بدهید. میاد در محال انشاءالله درس، اگر زنده بودیم و شما هم زنده بودید و اگر بودید به اینجا